نشریه RMF 24 از قبل سخنگوی خدمات مرزبانی پولشا خبر داد که 6 نفر را در مرز این کشور با اتهام کمک به انتقال غیر قانونی پناهجویان دستگیر کردند. در بین بازداشت شده‌ها شهروندان آلمان، فنلاندیا، تاجیکستان، سوریه، عراق و یک عراقی صاحب شناسنامه پولشا بودند. آنا میخالسکایا سخنگوی خدمات مرزبانی پولشا گفت به ضد همه آنها با اتهام کمک به عبور غیر قانونی مرز دولتی پولشا عیبنامه اعلام شده است. آنها اساساً به قبول مهاجران غیر قانونی و انتقال آنها به درونتر قلمرو پولشا و کشورهای دیگر مشغول بودند. یکی از دستگیر شده ها در ورشو و در یک شرکت مشهور نقلیاتی کار میکرد. شهروند دستگیر شده سوریه در آلمان و شهروند تاجیکستان در پولشا حق اقامت داشته. شهروند فنلاندیا در اصل زاده سوریه بوده. عراقی دستگیر شده در لاتویا پناهجو بوده است. داستانی به ضد آنها پرونده کشیده است، ولی نسبت به این افراد علاقه روند اخراج از قلمرو پولشا به کشور اصلیشان را شروع کرده. آنهایی را که شهروندی ندارند برای 5 سال از حق ورود به منطقه شنگن محروم میکنند. پولشا که با چند جمهوری سابق شوروی از جمله با بلاروس و اوکراین مرز مستقیم دارد، به یک مسیر عمده انتقال مهاجران و پناهجویان تبدیل یافته است. پناهجویان تاجیک نیز اساساً از طریق پولشا وارد اتحاد اروپا میشوند. مقامات پولشا مقامات بلاروس را به تشکیل موج افزاینده مهاجران و پناهجویان به این کشور عیبدار میکند و میگویند حکومت لوکاشنکو با این راه میخواهد برای پشتیبانی پولشا از مخالفین بلاروس انتقام بگیرد. تنها در یک شبانه روز آخر مرزبانهای پولشا از 191 کوشش عبور غیر قانونی مرز این کشور پیشگیری کردند. 17 مرز شکن را دستگیر کردند. 9 نفر آنها از کنگو، 4 نفر از افغانستان، 3 کس از عراق و یکی دیگر از کامرون بودند.